معصیت اسرائیل و جزای وی. کلام خداوند که در ایام اوزیا، یوتام، آحاز و حزقیا پادشاهان یهودا و در ایام یاربعام ابن یوآش پادشاه اسرائیل بر هوشع ابن بعیری نازل شد. نکاح رمزی، تولد یافتن اسرائیل. ابتدای کلام خداوند به هوشع. و خداوند به هوشع گفت: برو زن زیناکار و فرزندان زینا را برای خود بگیر، زیرا که این زمین در حق خداوند خیانت نموده به نهایت سرگرم زینا شده است. و او رفته دختر دیبلائیم جومر را گرفت که وی حامله شده پسر برای او زاید. و خداوند به او گفت: نسل او را اسرائیل بخوان، زیرا که پس از مدت کمی من انتقام خون اسرائیل را از خاندان یهو خواهم گرفت و به پادشاهی خاندان اسرائیل خاتمه خواهم داد. و در آن روز چنین واقع خواهد شد که من کمان اسرائیل را در وادی اسرائیل خواهم شکست. و باز وی حامله شده دختر زاید و خداوند گفت: نام وی را لو روحامه بخوان، زیرا که من بر خاندان اسرائیل دیگر مرحمت نخواهم کرد و آنها را نخواهم آمرزید، ولیکن بر خاندان یهودا مرحمت خواهم کرد و آنها را با قدرت خداوند خدای آنها نجات خواهم داد و آنها را به واسطه کمان و شمشیر و کارزار و اسپان و سواران نجات نخواهم داد. و هنگامی که وی لو روحامه را از سینه جدا کرد، حامله شده پسر زاید و او گفت: نام او را لو امی بخوان، زیرا که شما قوم من نیستید و من برای شما نخواهم بود. ولی شماره بنی اسرائیل مثل ریگ دریا خواهد بود که آن را نه چین کردن ممکن است و نه شمردن. و چنین واقع خواهد شد که به جای آن که به آنها گفته می شد شما قوم من نیستید، به آنها گفته خواهد شد پسران خدای حی هستید. و بنی یهودا و بنی اسرائیل با هم جمع خواهند شد و یک سردار را برای خود تعیین نموده از آن زمین خواهند برآمد، زیرا که روز اسرائیل بزرگ است.